متوجه این موضوع هم هستیم. ما مثل آمریکا نیستیم که بیایم ببلعیم و هرچی میخوایم ببریم. نه، اینا متوجه. ولی اجازه نمیدیم که آمریکایی‌ها بگن ما اینجا منافع داریم و بخوان در تنگه دارن، ولی ما مواظب حقوق و حق تردد اونها هستیم، ولی با پروتکلایی که در حقیقت ما اینجا میز داریم و داریم دنبال میکنیم و پیش میریم. لذا به همین خاطر من دیشب این توییتو زدم. الانم روشن این رو میگم. الان اینا 2 روز 3 روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن، ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی و احمقی. خب اگر اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه یه امکان پذیره؟ این هم اشتباه.